بسم الله الرحمن الرحیم. درس خدا ادامه میدیم به ادامه فرمز. بعض فرم المنت های دیگه که مونده اونها را کار میکنیم تا قسمت میل و فیمیل و اینا را، یعنی مطلبی که رادیو بطن کار کردیم مثالش رو دیدیم و اینکه یک نیم چطور برش ست میشه، هدف از نیم چی است، شروع ما نیم ست میکنیم برای از اینکه در دیتابیس معلومات به شکل ذخیره شود که اینمی معلومات مربوط میشه به SEX، یعنی مربوط میشه به چیز که ولیوش میل است. ولیوش میل است یعنی یک نفر وقتی که فرم خانه‌پوری کرده خود میل انتخاب کرده، همون ریکاردی که میشه شده که یک معنی طبعا چک باکس ها بود که دیدیم. قسمت سابمیت بتن بود که سینتکسش به این شکل دوباره پس داخلش بسته هم میشد که ما بستهش نمیکردیم ولی بسته هم میشه. بستهش کنید در وبسایت واقعی خوبتر است، اگر نه بدون بسته هم کار میکنه. اکشن رو فهمیدیم. مطلب از اکشن چی است؟ اکشن هدایت دادن است که ما وقتی یک فرم رو میسازیم میگیم از این فرم معلوماتش برای چک کردن یا معلوماتش روان شود برای یک پیج دیگه که پیج در اینجا نامش تایپ میکنیم. چیز که با کدام پیج اینجا میشه که URLش رو تایپ کنی، اگر یعنی URL مکملش میشه در اینجا تایپ کنی یا نامش رو تایپ کنی کدام صفحه. اگر سرور سایت باشه مطمئنا که شناخته میشه خودش اتوماتیک. متدش که پست و گیت بود ایران فهمیدیم هدفش چی است و اینجا دو تکست باکس گرفتیم برای یوزرنیم و برای پسورد. اینپوت تایپ سابمیت دیدیم که سابمیت معلومات روان میکنه، یعنی میفرسته برای هر صفحه‌ای که ما در این قسمت معرفی کرده باشیم. صفحه‌ای که در اینجا معرفی کردیم معلومات از طریق سابمیت روان میشه برای اون پیج. ولی اینپوت تایپ دیگه ای است، مثلا بتن و رست که از معلوماتی که در فرم است او را کلیر میکنه و بتن که از یک بتن خالی برای ما، اینی در حقیقت خود بتن یا یک بتن است ولی سابمیت نامش سابمیت است، فقط وظیفه‌ش است که معلومات روان کنه برای پیجی که ما برش مشخص کردیم. ولی اگر تایپ از این من رست انتخاب کنم، رست معلومات اینی فرم کلیر میکنه، پاک میکنه، از بین میبره. ولی اگر بتن استفاده کردی، بتن که از یعنی یک بتن خالی است دیگه که هیچ کدوم عمل را انجام نمیده، بازو را برش کد میکنیم از طریق جاوا اسکریپت. کد میکنیم که بتن چی کار کنه. این بتن برای ما پرینت کنه، فرم ما را پرینت کنه، این بتن فرم ما را ایمیل کنه، این بتن چی کار کنه. صحیح مکمل و باز در جاوا اسکریپت میشه، چون خود جاوا اسکریپت هم قابلیت پروگرامینگ داره. اینجا مثالاش بود که مثالاش دیدیم و اینجا تگا است. HTML فرم تگز، این تگا است که در فرم HTML فرم را که از طریق HTML میسازیم استفاده میشه. تگ فرم بود که برای چی استفاده میشد؟ برای ما فرم به وجود میاد. تگ فرم و پیر بود یعنی بسته میشد. تگ فرم که باز کرده بودیم پس بسته میشه. تگ اینپوت است که اینپوت اکثریت تگایش کار کردیم. مثلا اینپوت تایپ در کل خود تگ اینپوت که است موضوع تایپش بود که تایپش مثلا تکست باشه، تایپش مثلا رادیو بتن باشه، چک باکس باشه، صحیح، یا مثلا بتن خالی باشه، رست باشه، هر چی که از دیگه. در کل این تگ اینپوت است یا یعنی بسته میشه پیر است. تکسریان هم دیدیم که برای ما یک ساحه میداد که ما در اونجا مالتی لاین تکست بتونیم نوشته کنیم، یعنی کامنت و نظریات و معلومات اضافی را برای ما اجازه میداد که ما در اونجا نوشته کنیم. لیبل که است برای چی استفاده میشه؟ لیبل یعنی برای اینپوت المنت استفاده میشه که ما میشه یک عنوان، یک کپشن، یک لیبل مشخص کنیم. صحیح نیست؟ یک لیبل میشه که مشخص کنیم برای اینمی اینپوت المنت ها. اینپوت المنت ها کدام است؟ مثلا تکست باکس است. صحیح نیست؟ اینا اینپوت المنت هاست دیگه. اینپوت اونمو المنت هایی که است در کل برشون میشه یک لیبل، یک کپشن برش مشخص کنیم از طریق تگ لیبل. خب فیلست است. فیلست که است یعنی در چهار اطراف اینمی المنت های فرم یک باردر میده، یعنی مرز یا سرحدش هم مشخص میکنه. ببین اینجا اینطور یک شکل باردر اگر اینی لاین در نظر بگیریم، یعنی از این قسمت چهار اطرافش لاین این باردر میگه. اینمی فیلست اونمو شکل یک باردر برامون به وجود میاد. خب به همین شکل سلکت است که سلکت بسیار یک موضوع مهم است که زیادتر بیشتر خب لجندش کپشن میده برای ما. define a caption for a filtered element. اینمی المنت هایی که در داخل فیلست است، اینی لجند در حقیقت یک کپشن، یک عنوان برش میده. فیلست خود گفتیم باردر میده
در چهار اطراف المنت های فرم. المنت های فرم چی بود؟ تکسیریا مثلا تگای اینپوت کو بود، در کل اینمی کلش فرم المنت هاست. این فیلد ست که از در چهار اطرافش یک باردر میده، یعنی چهار اطرافش به شکل مشخص میکنه که لاین برش مندازه به این شکل. اگه این فرم المنت ها باشه به شکل باردر میده برش. لجند که از کپشن برش میده، عنوان. ولی مهمترین اینا در بینش سلکت است که سلکت زیاد کاربرد داره و او پی تی گروپ که آپشن هم کدش استفاده میشه، بتن هم این در آخر اینجا آورده. سلکت این طور دراپ داون لیست به وجود میاد. دراپ داون لیست این لیست هست. در ایمیل و یاهو، در جیمیل و یاهو اینا که اکانت برجور میکنه اونجا میگه سلکت و کنتری داده کدام کنتری هستی، اینا مت یک لیست برات میده. باز از اون لیست تو معلومات تا انتخاب میکنیم. یا مثلا وبسایت های دیگه بخشا را گروپ بندی کرده در این شکل دراپ داون لیست ها. خب در کل اینا یک چیز برای ما به وجود میاره. خب این چه قسم به وجود میاریم؟ توسط تگ سلکت. چون از اینجا ما سلکت میکنیم دیگه، اینجا که می سلکت میکنیم، مثلا میگم لفت این سلکت کردم نی یک لیست است که یعنی سلکت میشه، قابلیت سلکت داره، به این خاطر تگ سلکت برای دادم. خب بیایم یک اینجا فرم داره، این پر صفحه را ببینیم که صفحه دیروز است. اینا تا یک پیج است. در پایان از این میشه که دیگه پارا بازش مدید. خب این قسمت تک سری است. در اینجا یک چی تایپ میکنیم برش؟ یک بیار تایپ میکنیم که از این خلاص شد. بیار در اینجا یک تگ سلکت استفاده میکنیم. تگ سلکت پیر است. خواهی که خود کانتنت دارم. دوباره پس تگ سلکت هم بستن میکنیم. خب در داخل از این چی استفاده میکنیم؟ آپشن هایش استفاده میکنیم. مثلا یک آپشن استفاده میکنیم چون سلکت خودش گزینه ها را برامون میکنه، ما گزینه ها را انتخاب میکنیم. پس اینجا از تگ آپشن استفاده میکنیم. این آپشن چیز؟ آپشن مثلا میگیم سی پلاس پلاس است. یا مثلا کنتری اگر نام میگیم که ولایاتش این کابل است. دوباره پس تگ آپشن بستن. تگ آپشن خاص بستن میکنیم. یعنی میره چند تا دوپلیکیت میگیری، کنترل دی یعنی مثلا مزار هرات و یا مثلا بانو صفحه ادوار فرش میکنیم که یک لیست میکنیم. این میگن دراپ داون لیست. از این لیست معلومات انتخاب. خب این معلومات چطور گروپ بندی میشه، چطور روان میشه؟ این برش چی میکنید شما؟ برای از این یک لیبل مشخص میکنیم، یک نام مشخص میکنیم صحیح که معلومات از این روان شود. چه قسم روان شود؟ اینجا بیا برش نیم مشخص کنیم. خب در آپشن البته این برای سلکت دیگه معرفی میکنیم. میگم در از اینمی بخش سلکت هر وقت معلومات روان میشه برای صفحه مثلا check.php این به نام چی روان شود؟ به نام مثلا سیتی، به نام سیتی صحیح نیست؟ سیتیس نمیگیم سیتی به این نام روان شود. صفحه یک بار سیتی میکنیم. حالا اینجا بطن سند داریم، من اینجا کابل انتخاب کنیم یا مزارم و اونجا دیگه میگی سند. اینجا چی شد؟ از سیتی مزار رفت برای دیتابیس یا برای صفحه check.php بازو دیگه با دیتابیس لینک داره. چک میکنه که آیا ای سیتی در دیتابیس یعنی در کدام از نیست در کدام فیلد باید ذخیره شود صحیح؟ گپای دیگه را چک میکنه، مثلا کلیشن از این پیج به کدام شکل است، آیا ای به کدام زبان نوشته شده و غیره زیاد گپا را چک میکنه. اونجا باز برش معرفی میکنیم. خب این به این شکلش که نیم دادیم برش در کجا مثلا در یعنی نیمش مشخص کردیم که از طرف سیتی، یعنی به این معنی که این مربوط به کنتری میشه. خب اگر این مثلا ما گروپ بندی کنیم، بخش بندی کنیم، بخش بندی به این معنی که ما یک تگ OPT گروپ بگیرم. OPT گروپ یعنی آپشن گروپ. این تگ آپشن گروپ پس بسته کنیم، کنترل دی پس اینو بسته میکنیم. وقتی رو بسته میکنیم که اینجا ای از خود آپشن ها دارم. این رو بسته میکنیم، یک آپشن میگیریم برای این آپشن ها مثلا برش چی میدیم؟ لیبل میدیم. صحیح نیست؟ OPT گروپ اینی رو برش لیبل میدیم. بریزید این رو برش لیبل میدیم. لیبل از این خب لیبلش اسپیلش ای پیش از علمیان. لیبل مساوی دبل کوتشن مثلا گرافیک دیزاین.
این یک لیبل برش میشه. صحیح است. دیگه می پروگرام های گرافیک دیزاین است. یک لیبل در اینجا. حالا پروگرام هایش کدام است؟ تگ آپشن پس در اینجا بستن میکنه. تگ آپشن بستن. مثلا میگیم که فوتوشاپ است. کنترل دی. کورل است. کنترل دی. مثلا تریدیس مکس است. خب این پروگرام های گرافیک است. اینجا یک OPT گروپ دیگه میگیریم یا آپشن گروپ دیگه OPT گروپ آپشن گروپ و دوباره این پاس بستن کنترل دی اینجا میگیره بستن. خب آپشن ها یا گزینه‌های از این نوشته میکنیم که تگ آپشن در اینجا مثلا نوشته میکنیم وب دیزاینینگ پروگرام رو معرفی میکنیم. پس اینجا براش لیبل میدیم. لیبل مساوی دبل کوتشن در لیبلش نوشته شود وب دیزاینینگ. خب وب دیزاینینگ خالی نوشته میکنیم. اینجا یک دبل کوتشن هم میدیم. خب وب دیزاینینگ HTML تگ بسته تگ آپشن بسته. از یک چند دانه دوپلیکیت میگیریم. HTML مثلا اینجا CSS و مثلا JavaScript و میشه یک دیگر هم میشه PHP بگیریم PHP. سیسنی یک چند پروگرام یک بار سفر رفرش میکنیم. حالا سایت کو اینجا که بیم گروپ بندی شد نه گروپ چیست؟ گروپ دیزاینینگ. از گروپ دیزاینینگ این چیز هست. گروپ مثلا خب گروپ گرافیک است. گروپ گرافیک گروپ وب دیزاینینگ. همین شکل گروپ های دیگر هم میشه برش معرفی کنیم. اینا ما که تیبل خواندیم تیبل چی خوبی داره. مثلا اینمی لیستی که در اینجا است اینو ما نمیخوایم در اینجا باشه. اینو میخوایم در این قسمت صفحه باشه. اینو چه قسم میاریم؟ اینو ما میخوایم که در این قسمت صفحه باشه. اینو چی الاین میکنیم؟ الاین چه قسم الاین کنم؟ این الاین کار نمیکنه. این الاین باشه میگه چیز وب دیزاین میگه. الاین مساوی دبل کوتشن سنتر دبل کوتشن. الاین سنتر آمد. این خو الاین نوشته را سنتر آمد. متوجه هستی؟ ما میخوایم خود اینمی دراپ داون لیست که است اینمی کامبو باکس که است. اینی رو میخوایم اینجا برم. نه. اینجا سعی کو اینجا یک تکنیک داره دیگه صحیح است. اینجا باز میایم برش اینجا یک چی میگیره. یک تگ تیبل برش میگیره صحیح است. و دوباره پس تگ تیبل رو اینجا بستن میده. تگ تیبل در اینجا بستن. خب تگ تیبل بسته کردیم اینا رو. حالا چیکار میکنیم؟ اینی را داخل یک چیز میگیریم. این خود داخل یعنی یک تگ تیبل شدیم. صحیح است نه؟ البته اینمی سلکت در مجموع داخل تگ تیبل میگیره. خود اینمی سلکت. اینجا بیا و میرم پاس بستن کنم. چون در مجموع کل اونمون رو میخوایم کلو طرف خب تیبل کدام چیزها را داره که خود سلکت است؟ صحیح است؟ اینی را پس چی میکنیم؟ اینی هم یک رو است دیگه نه؟ این در حقیقت یک اگر یک تیبل رو بگوییم اینی که از تیبل دیتایش است. خب اینی دو تفاوت نامه داره. اینی جمعین یک تی آر تایب میگیم. تاگر تی آر و در این تیبل رو چی رو میگیریم؟ این تیبل رو اینی رو میگیریم. این را داخل یک رو گرفتیم. تاگر تی آر و اینجا یک تی دی برش میگیریم. تاگر تی دی و ایرم در این قسمت بسته. اور پس تی دی رو بسته. خب اینجا ببینید او دیگه را دیگه پس شد. اینا رو باید برای کلش در نظر بگیریم. باید برای کلش در نظر بگیریم که اینا را هر کدام بشه داخل اونمود یک تی دی بگیریم و در مجموعی را چیز کنیم. این یک تیبل باوجود اینجا به این شکل تا که تیبل گرفتیم اینی یک تی دی است. یک تیبل رو گرفتیم این یک تی دی داخل تی دی سلکت آوردیم.
این علی خب میشه که الاین از این سنتر نه گفتی خودت رایت بگیرم رایت این خب به طرف راست میره این به طرف راست آمد همین تاپ بگوش بالا نمیره نه اینجا رایت تاپ نداره این که تاپ بگوی خب بالا میره دیگه طرف بالا میره این رو تاپ میگه این پس به اینجا آمد اجازه نمیده شد تیبل تا اینی میسا هست باز در این صورت ما چی میکنیم؟ در این صورت ما یک تیدی داریم در اینجا سیست این یک تیار است یک تیدی است پیش از اینی تیار تیبل رو یک تیبل راست یک تیبل دیتا داریم پیش از اینمی تیبل دیتا ما دیگه تیبل دیتا میگیریم تیدی و دوباره پس تاگه تیدی را بسته میکنیم پیر از اینجا در این قسمت پیش میکنیم سیست نی؟ از این چند دانه بگیرم سعی کن کنترل سی یک دانه دو دانه سه دانه این را سیو میکنم در این قسمت آمد نی؟ متوجه استی؟ خب الاینش از تاپ میکشیم الاینش رو بیخی الاین پس میکنیم از این ما الاین نمیدیم از دیگه شکل میخوایم که موقع دیلی کنیم خب اینی رو برای یکیشم چی معرفی میکنیم؟ برای یکی از ویت معرفی میکنیم ویت مساوی دبل کوتشن مثلا 30 پیکسل کمترین اندازه رو در نظر میگیریم تا اینکه بدل خود ما دیگه جور شود این اینجا بود چون این قسمت پیکسل داره 30 پیکسل اینش پاک میکنیم از یک چند تا کاپی کنترل سی در اینجا کنترل بی سیستم دو دانه شد این سیو میکنیم رفرش یکم کی سامان اینا رو بدل خود دیگه جورش میکنیم باز یک دیگه کنترل بی یکم کی طرف آمد این دیگه بدل خود جور میکنیم کنترل بی کنترل بی کنترل بی کنترل بی سیوش کو این دیگه جا حالا که کمک پایانش میگیری چه قسم میکنی یک تیبل روی دیگه میگیری مثلا این ما از این قسمت پایان میارم این تیبل مثال شه برای زیاد کار کردن تا که خوب بفهمیش که چقدر کاربرد داره مطلبش بفهمی خب این رو بخی از اینجا کات میکنم از اینجا بخی کنترل اکس کاتش کنم خب یک دانه است این رو کات میکنم این خود داخل این تیبل رو است من این تیبل رو کار ندارم اینجا میام یک تیبل رو دیگه جور میکنم در زیر از این اگر در بالایش خواستی بالا ولی من این در زیر از جور میکنم یک تاگ تی آر و دوباره ایران پس تاگ تی آر رو بسته میکنم خب در داخل تاگ تی آر ایران پیست میکنیم یک دانه ایران یک بار سیف کنیم این را اول متوجه شد یکی پایان آمد اگه متوجه شده یک تی آر پایان آمد باز اینجا یک تاگ تی آر رو بسته نکردیم تی آر پس بسته شد دیدی ایران کنترل سی پس اینجا کنترل بی میشه که بخیر رو پایان بریم در یک قسمت کنترل اس این تیبل روی دیگه است نی خب یک تیار تیبی ازی سه خب تیبل شد این یک تیبی روی 30 پیکسل تیبی پس تیبی کلش بستم اما تیبل دیتا رو پایین نمیکنی بسته؟ کدام؟ بالا بسته شده از سلیک رو بالا اینی را؟ از سلیک پایین اینی را؟ پایین تیبی خو نمی بسته است دیگه خو مربوط اینی میشه دیگه اینی کلش داخل این تیبی است اینی قسمت این داخل از این تیبی است تیبل رو بس پیش دیگه تیار گرفتیم برش نه این تیار میخی جدا گرفتیم تیار دیگه رو به خاطر یک بار کار میکنیم برای تیبل کالم اسپن میدیم سایز کل اسپن یعنی برازی باردار میدیم بروش تیبل تاگ تیبل اینجا پیر نشان میکنیم کول سپن مساوی دبل کوتشن یک پیکسل دبل کوتشن اینجا سیو میکنیم کارسپن می بیاد در باردار می فکرتان نیست این باردار داره ببین اینجا روها جور شده ولی هایت نداره ارتفاع نداره سایس نی ارتفاع نداره خیرش تو کنیم اینجا برای ازی هایت مشخص میکنیم یا برای روهای ازی اینمی قسمتی که از جای ازی رو تبدیل میکنیم با اینی ساحه جای ازی رو با اینی ساحه تبدیل میکنیم اینی تیاره از اینجا بیخی کنترل اکس میاریمش در داخل اینی تیار اینجا این را پیست میکنیم کنترل وی اینی تیار خام اینجا یک تیار داریم اینی تیاره که در اینجا هست اینی را
با مکمل اینمی سلکت و اوپیتی گروپ کلش در مجموع در اینجا. خب از این بیخی خارج پیستش میکنیم، درست است که از این خارج هم شد. این را سیو میکنیم، کنترل اس سفر رفتش. برای از این میشه که چی بدیم؟ مثلا هاید هم بدیم برای تیبل اینی که هست، هاید هم بدیم برایش مشخص کنیم. هاید مثلا دبل پوزیشن مثلا 20 درصد هاید میکنیم. خب در کل این موقعیت دهی کرده میریم، این شکل اینی فوتوشاپ هم میاری پایان، یک فعلا تا بالا است. اما خود دراپ داون لیست است. یک تاگ تیار شد، اینقدر هایدش تاگ تیار، هایدش اینقدر، ویدش نشست. چهار باز بستم. اینجا باید تیدی ده اینجا بیاد، اما تیدی رو دیگه جا بیاد. تاگ تیدی بستم. اینی تیدی باید اینجا بیاد. این تیدی خارج از تیار بود، خارج از این تیار. حالا در داخل تیار آوردم، داخل تیار آوردی اینا رو درست شد. این پایان آمد. این که پایان آمد، اینی باردارش پس کو، این رو میتونی که این طرف آورده بگیری. دیگه میره میشه کسی بگیری. دیگه چطور میشه کسی بریم؟ دیگه ولی جد میکنیم پیکسل. نه. اینجا میایم اول خواهیم باردار از زیر پس میکنیم. باردار از زیر پس میکنیم. خب هدف ما است که اینی را اینی فوتوشاپ این قطار خوش شد دیگه صحیح است. حالا باردارش یک پاس کنم اینی گم میشه از اینجا. این یکی پایان آوردم فوتوشاپ به این شکلی طرف میارم. یا یکی دیگه پایان این به این طرف میزنم. در قسمت دلخواهی که خودم میخوایم این را ترتیب میکنم. از این باردار از تیبل باردارش پاس کردم یک بار سه. حالا پایان آمد نیست. بیشتر در اینجا بود. اگه یکی دیگه میخوای پایین بری عین کارو بکن. یک تیار دیگه بگی تیبل روی دیگه. اینا رو بیا میخوایم که یکی دیگه می پایان بیاد. اینه میره از اینجا کپی میکنم. کنترل سی از اینجا کپی، اینجا انتر و کنترل دی پیست. با سیوش میکنیم یکی دیگه پایان. صحیح شد؟ یکی دیگه پایان میرمش. کنترل بی، کنترل اس. یکی دیگه پایان آمد. به این قسمت. این حالا به این طرف بخوایم که بیارم چی میکنم؟ این مربوط کدام تیار است؟ مربوط اینی تیار. اینی تیاره که اینجاست. وقتی که مربوط اینی تیار میشه، اینجا من تیدی اضافه میکنم برش. پیش از اینی تیدی، این تیدی، اینی کانتنتش است. پیش از اینی تیدی دیگه تیدی اضافه میکنم. اینجا میام یک تیدی. این تیدی که چقدر باشه؟ ویدش تیدی واید مثلا دبل کوتشن 3 پیکسل. 3 پیکسل. این از اینجا کنترل سی و jadi control V, control V, control V, control V. Pas ini tidur ada aja basta nih. خلاص. Jadi basta, ini save میکنیم یک بار سفر بشه. این اینجا. یعنی به این شکل موقع دیگه میکنیم دوچار. این خو استاتیک است دیگه. صحیح نیست؟ ما اینا اگر پیکچر هم باشه، پیکچر هم به این شکل در قسمتی که خواستی، جدول در قسمتی که خواستی. یک ساحه رو تو به این شکل جور میکنی که در اینجا مثلا تصاویر جای به جای کنی، اینجا نیوز جای به جای کنی، اینجا لینک ها رو بیاری. اینو چه قسم میکنی؟ غیر از این دیگه ندارم. این دیگه منوال کلی جور میشه دیگه. اینو دیگه مهم تکنیکش است، مهم طریقش است، طریقه یاد بگیری و کدش است که یاد بگیری. ترتیب کدش آسان است، ترتیب کدش یاد بگیری. بس است.